خب چند تا برگ جعفری و گشنیز به من میدی؟ درشو بذاریم نهایت 7-8 دقیقه. یه بار دیگه این سوالو بپرس بگو چقدر طول میکشه؟ شما بگو 7-8 دقیقه بعد اینکه درشو ببندیم، درشو بذاریم نده. آها بله. خب مصطفی جان این چند دقیقه طول میکشه الان؟ آیا بعد اینکه درشو بذاریم 10 دقیقه دیگه ببندیم. ببخشید. خب آقا مصطفی چند دقیقه طول میکشه؟ می‌خواستم بگم چند دقیقه بعد درشو میذاریم. خب مصطفی جان این چقدر زمان میبره؟ آره انجام بعد اینکه درشو ببندیم 7 تا 8 دقیقه تا زمانی که پنیرمون بابا تو رو خدا آقا سلطانی بریم. خب اینو بگی. می چقدر تمرکز کردم عالی بود. خب مصطفی جان این چقدر زمان میبره؟ شما فقط چهره حسن آقا رکابی ها رو ببین بعد. خب مصطفی جان این چقدر زمان میبره؟ خب مصطفی جان این چقدر طول میکشه؟ انجام بعد اینکه درشو ببندیم 7 دقیقه این الان با این نمیشه رفت.